عالی معلوم میشه. یا میتور میگفتن اگر المشیت الله نمیشد نه ما شرک میکردیم نه پدرای ما، الله خواسته. عجیب است. نعوذ بالله. عمل خود توجیه میده از اینکه الله خواسته. این تهمت میکنه. الله متعال میگه نه و نیست. این گپا سابق هم بود، امروز هم امی گپا خیلی زیاد میشه. هر جوان دختر و بچه را که میبینی سوال از چی میکنه؟ تقدیر چطور؟ تقدیر چطور؟ تو بدبخت، تو برو نماز بخوان، تو برو تلاوت بکن، تو برو کاری خوب بکن. میروی کاری غلط کرده رایستی، باز ملامتی را سری تقدیر انداخته رایستی. فهل علی الرسول الا البلاغ. انبیاء علیهم السلام نامده که جبران مردم مسلمان بسازه. من که میگم شما را که توسط دعوتتان خفه نشوه، والا زیاد گفتم هیچ نمیشه قومی ما. نمیشه دی. پیغمبرها از تو کده بالاتر مرتبه بود، معصوم بودن، شیوه دعوت هم میفهمیدن، دلسوزیش از ما و تو کده بسطها مراتب زیاد بود، شفقتش زیاد بود، شب و روز محنت میکردن، درد متحمل شدن، اما بازم قوما جور نمیشد از ما و تو. الحمدلله الله اقل گوش میگیره مردم، به هزارها مردم الحمدلله جور شده. خب وظیفه پیغمبرای نیست که به مردم معجزه پیش کنه یا مردم به زور مسلمان کنه. فهل علی الرسول، پس نیست بالای انبیاء علیهم السلام الا البلاغ المبین، مگر رساندن تمام احکام الله متعال، چیزی که از جانب الله ماموریت حاصل کرده ذمه‌وار شدن او را مکمل برای مردم برسانه. یک پرزه دین قطعا نمیتونه که او را کتمان کنه، پنهان کنه. المبین، آشکارا برسانه، زیر پردهانی. قطعا انبیاء علیهم السلام منهجش واضح است، منهج حق همیشه واضح می باشه، از کسی راست نداره. در پارک هم بره همو گپی خدا گفته میتونه، در تلویزیون هم بره، در مسجد هم، هر جای گفته میتونه. اما کسایی که حق نمیگه و به جز از اونمو مرکزی خود در دیگه جای خود نمایان کرده نمیتونه. مرد سمی پیرا یک دفعه بیا دمی بازار دمی پارک یک دفعه ذکر خود شروع کنه که چند میلیون نفر سرش لعنت میگه و نمیگه، نفرت از پیش میکنه نمیکنه. این خود مردم ها را اغوا کرده، دزدیده مردم ها را تا کاویا تا میکنه. بیچاره را سحر کرده را ایستن، مست میشه خلاص. وام باز اکثرش نشهیست. خدا جندی تو میپرده، میره سر یک بچگک خدا میپرده. عجیب است. الله رحم بکنه. حق واضح است. یک بلاغ که گفتیم انبیاء علیهم السلام سرش ذمه‌واریش رساندن است. اگر ما در حق پیغمبر نعوذ بالله این عقیده را داشته باشیم که بعضی حکم پیغمبر خوب است به ما نرسانده، کافر میشیم نعوذ بالله. چرا که پیغمبر ذمه‌واریش است. اگر ما گفتیم که پیغمبر نرسانده، انتقاد سری الله متعال است. چرا؟ الله اینطور پیغمبر را منتخب کرده که مسئولیت خود ادا نکرده. الله علم نداشت که شخصی را تعیین میکرد که اهلیت رساندن احکام الله را میداشت. از همون خاطر بدعت سخت گناه، سخت جرم است. انتقاد سری الله است، سری پیغمبری الله است. یقینا تکذیب الله را میکنی و تکذیب پیغمبر را میکنی. این بدعتی ها خو نمیفهمه. اگر بفهمه بعد از او تو میلاد کشیده رو ایستی پیغمبر نمیفهمید کمی کارا را بکنه. المبین، رساندن آشکاراست، پوت و پرده نباشه. خدا به مردم لشم کرده برو که من مذهبیستم. نه بگو کتاب الله و سنت رسول الله را قبول دارم. بله مذهبیستم. کدام مذهب؟ مذهب محمد رسول. یک مذهب است، دیگه مذهب نیست. کلی ائمه مجتهدین در یک مذهب بودن. کسی برای ما ثبوت بده که امام ابو حنیفه رحمه الله در مذهب محمد رسول الله نبود؟ یک کسی گفته میتونه؟ پدری کس گفته نمیتونه. یا احمد ابن حنبل نبود، یا امام مالک یا امام شافعی رحمت الله علیهم نبود. کدامش نبود؟ وقتی که برش بگی من در مذهب محمد رسول الله هستم، قاشایش اینجا میفته، شروع به دو زدن میکنه. و بدبخت چرا اینطور هستی؟ کسی که به مذهب پیغمبر باشه او را بد میبینی؟ اینطور نکو. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، یقینا ما فرستادیم در تمام امتها رسولا پیغمبر. ان اعبدوا الله، پیغمبر خو خیلی برنامه ها داشت چرا که بلاغ مبین میکرد، برای امت تمام هدایاتشان تعلیماتشان بیان میکرد. لیکن در سر فرست تمام پیغمبرها اول سخنی که اعلان میکرد به مردم، شروع و آغاز تبلیغ خدا میکرد، دعوت خدا میکرد. از کجا میکرد؟ میگفت اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنی، توحید بپذیری. و اجتنبوا الطاغوت، تناب لا اله الا الله گفتن نمیشه تا وقتی که اجتناب طاغوت، از طاغوت اجتناب نکنی. بسیار آیت مهم است. عبادت یک الله را بکنی. عبادت چی نمیگه؟ عبادت تنها نماز نمیگه، هر قول و گفتار پسندیده که مرضی کی باشه
الله متعال سو چیست؟ عبادت، نظر، دعا، بگوی ذبح، روزه، تلاوت، کلش عبادت هاست. این خاص برای کی باشه؟ سجده، رکوع، قیام، کلش برای کی باشه؟ حالی خود مردم به کی میکنه؟ اونجا هر پیغمبری دعوت داد، خودش هم میگه در هر رکعت نماز میگه ایاک نعبد و ایاک، و دروغ گوی. چرا میگی که خاص به طور عبادت میکنم؟ در پیر سجده نکدی، در مولا صاحب رکوع نکدی، ها دستش پچی کدی، سری تا خم کدی، قدر 2 متر از رکوع کدم سری تا پایین بردی ډوډۍ خور. چرا اینطور کدی؟ برای قماندان اینطور استاد نبودی؟ شور داده خدا نتونستی؟ ها حالا بیرق بالا شد کلگی بخیزه، استاد داخل شد دستن کلگی بخیزه. قیام با کی کردی؟ عبادت برای کی کردی؟ نظراخ به نام بیبی و فاطمه و حسن و حسین این قدر است که هیچ پرسان نکن. ده عاشورا کی شوه شربتاش رو میشه، شربتای حسین. حسین در هم خوب آدم بوده، شربتاش در دنیا میه توزیع میشه. عجیب نیست؟ قرآن کریم چی میگه؟ هر پیغمبر دعوت به سوی توحید داده. واجتنبوا الطاغوت، شما خودداری کنی از طاغوت. هر چیزی که به غیر الله عبادتش میشه به باطل او طاغوت است که به عبادتش راضی باشه. چرا انبیاء علیهم السلام هم عبادتش میشه ما راضی هستند؟ نیستند. دیگه ایره طاغوت میگه. تا که از طاغوت اجتناب نکردی کی میشه از طاغوت؟ کفتری شاید دو شمشیره را که همینطور بدونی خدشه دل دیگ پرتافتی پخته کردی خوردی توحیدت قوی شده. در غیر از او نمیشه. کفتری مزار خورده نمیتون، نه ضرر برم میرسه. چوب پنجه چینا را یک پرچهش خشکیش سوختانده نمیتونی، نه ضرر برم میرسه. اجتناب از طاغوت نامده. یادتان باشه. چرا که عبادت چند چیز داره؟ محبت کامل، تذلل و عاجزی کامل، رجا و طمع و چی؟ خوف. کلش مخصوصی کی باشه؟ الله متعال باشه. او تو اونجا میترسی در یه ور کرب فیتر گل میکنه. در وقتی پالوی چی میرسه؟ اجتناب طاغوت نامده. من که میگم به مردم خواری کنی، زحمت کنی که مردم توحید بشناسه. مردم تقاضاهای خیلی بلند داره. اینطور عمل نمیکنه، رفع الیدین نمیکنه، آمین بالجر نمیگه. برادر تولی را الله را نمیشناسه، تو پشتی ازی بگردی الله را سرش بشناس. این را برش تعلیم بدی، تو محنت کو، خواری کن، بعد از مردم ملامت کن. فمنهم من هدی الله، پس بعضی از زمین مردم امتا الله برشان هدایت کرد به قبول حق، راه کامیابی را در پیش گرفت، دنبال پیغمبرها رفت. سخن پیغمبر را در زمین نگذاشت، با پیغمبر لشکر جور شد. و منهم بعضی از یا من کسی بود حقت علیه الضلاله، که ثابت شد سرش گمراهی. فسیروا فی الارض، بگردی در روی زمین ببینی آثار قدیمی از یا از خانه هایشان، از سموچایشان، از کافر قلاهایشان بالکل به نظر میرسه. قومای جا آباد بود، رفتن کلشان. فانظروا، ببینی به نظر دل، به نظر عبرت، به نظر درس گرفتن. کیف کان عاقبت المکذبین، کسایی که تکذیب کرد دعوت حق، انجام و سرنوشتشان در کجا رسید. چرا به هوش نمی؟ یک کمی فکر کنید در زندگی خود. دیروز اگر یک نفر میره امروز تو روان است، نگویی که من یک قدر وقت زنده استم، هیچ خبر نداری. پیشین میشه فلانی کجا شد، والا وفات کرد، خیرت بود نمیفهمیم. همینجا نان خورد، یک لبه شد، قرار دانشکده شد، خلاص شد. خب کجا شد؟ انسان فکر بکنه. نظر عبرت امیره میگه که انسان درس بگیره، پیش از پیش مظالمی تا کلش ختم کن، از گناه توبه بکش. مرد تو را خبر نمیکنه. مردم هاست که آمال و آرزوهای کلان داشت، دشتار در چی خریداری کرده بود که در اینجا ما ای میکنیم می میکنیم، کلش باقی ماند. زن، فرزند، همه چیز نانی تیار، همونطور باقی مانده رفته. تو هنوزم در این فکر هستی؟ فمنهم من هدی الله، بعضی را الله هدایت کرد. خیر هدایت الله میکنه دیگه، بعضی گمراهی سرشان ثابت شده. الله کسی را هدایت میکنه که اسبابی که الله برش داده، امکاناتی که داده، از او استفاده کرده، استفاده درست کرده. اما اون کسایی که نعوذ بالله امکانات غلط استفاده کرده، برای الله پس که گمراهی سرش ثابت میشه. یک آدم میره در سینما، باز میگه که من الله گمراه کرده. چه رقم الله خبری تو گفته بود سینما گناه داره. باز همون جمع بم بپره در سینما چی شو؟ در محالت نشش، در رقصش برو بخیر شو. عجیب نیست؟ کسایی که شراب خورده در شراب رفته، دمو شرابش میایه، آیت میایه. هر کس در کدام معامله که مصروف است، دمو معامله از دنیا سفر میکنه. از او خاطر انسان فکر بکنه. ان تحرس علی هداهم فان الله، اگر تو زیاد حرص داری پیغمبر علیه السلام به هدایت از یا، هیچ نتیجه نداره.
از یک طرف رسول الله سخت حرص داشت، زیاد حرص داشت. الله اکبر. اگر ما واقعا خود امت پیامبر میگیریم بسیار حریص بالای عقیده توحید مردم داشته باشیم، خیلی زیاد. حرص تنها در زبان و در امی فکر که حرص داشته باشیم، دست به عمل بزنیم. چقدر میتونیم یک گروپ 10 نفری اطفال جور کده میتونم، یک هفته برشان درس میکنم، هیچ دیگه چیز نمیدم، فقط عقیده توحید برشان بیان میکنم. الله اینطور است، الله اینطور است، الله اینطور است. بی قدر امکان جوانای ما دست او با ما دراز میکنه که او را بکشیم. جوانی محترم، الله تو را اگر این کار کردی در اوجا میرسانه، تا در اوجا میرسانه، روز فرا برسه که از القمی با ما بگیری. ما یقین داریم همت مومن باید کم نباشه، اما به قدر امکان این روزی تا در فردا نگذار، این روزی تا همونطور در تاپ زدن کفر تیر نکن، فلانی کافر، فلانی کافر، فلانی کافر. خدمت کو، در دین خدمت کو، مردم بفهمن که دین بفهمه، الله را بشناسه. باز بعد از اینکه الله را نشناخت رفت کارای غلط کرد، باز بعد از او سرش تاپه بزن. تو تالی ریج اسلام برش معرفی نکردی او تاپی کفریت وقت رسیده در پیشانهش خورده، تو اینطور کار نکو. لا اقل می کار بکو. یک دفعه می زندگی ملتی تا در زیر نظرت بگی که ملت در کدام حالت قرار داره و چه قسم زندگی داره. های الله را میشناسه یا نمیشناسه؟ همین قدر تو بکو. پیغمبر حرص داشت خیلی زیاد. ان تحرص علی هداهم، اگر تو زیاد حرص داری پیغمبر علیه السلام بالای هدایتشان هیچ نتیجه نمیده. چرا نمیده؟ این مردم ها ضدی عنادی است. فان الله لا یهدی من یضل، الله هدایت نمیکنه کسی را که گمراهی را اختیار کرده از روی ضد و عنابت. امکانات ما دادیم، این را غلط استفاده میکنه. و ما لهم من ناصرین، کسی هم برایش امداد کننده نیست. دفاع از یام کسی کرده نمیتونه. پیغمبر بان شاره، پیغمبر سخت خواری میکرد، خصوصا سری قومی خود. کم حال نبود، صبح شام بیگاه هر وقت تلاش میکرد مستقیم بالواسطه. ما و شما باید همین قدر خوب باشیم، در اقارب خود، در پدر و مادر خود، در همشیره و برادری خود همین قدر باشیم، همین حرص خود داشته باشیم. در امید ما باشه که باید یک امی سخن توحید برش یک کمی پیش کنم از یک طرف. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم میخونه به نام الله جهد ایمانهم، زوردار قسم ها را به مبالغه قسم خوردن ها را میخورن، قسم میخورن. مشرکین مکه زمانی که قسم خیلی قوی میخورد به نام الله میخورد. پیش از وقت قسم زوردار قسم به نام الله بود، اما پیش مسلمانای ما قسم زوردار سری بچه است، سری بچت قسم. دیگه چی میگه؟ سری زنجیر پیغمبر قسم. دیگه چی میگه؟ به تیغ عباس، تیغ عباس، عباس را دارن چه رقم تیغ داره، به تیغ عباس قسم. خوب از کجا یاد کردی؟ این کدام دین است؟ قرآن برات چی میگه؟ مشرک سری الله قسم میخوره و تو مسلمان میری سری تیغ و سری بچه و سری سخی و سری فلان قسم خورده رایستی؟ نکو. لا یبعث الله، قسم یاد میکردن به نام الله بلند نمیکنه، زنده نمیکنه من کسی یموتو که میموره. عقیده دهریا امیسته، گیاه واره میگه پیدا شده همینطور فنا میشیم. بلا چرا زنده نمیکنه؟ وعدن علیه حقا، ای الله وعده کرده، وعده بالای خود لازم کرده، حقا پخته محکم که خامخا مردم زنده میکنه. این دنیا همونطور قادر نیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مردم ها با قیام دلایل، با است که دلیل وجود داره، لا یعلمون، نمیدانه حقیقت امره. از اون خاطر این دنیا، این روزگار برشان همونطور بازیچه معلوم میشه. سرسری این لاوبالی زندگی میکنه. نکنه لاوبالی زندگی. خبرداری یک لحظه ما، اینمی لحظه که ما در قرآن نشستیم این چقدر قیمت داره. یک لحظه که بیرون تیر میکنیم خبرداری. ما بس اوقات که یک دوستا آمده در ترجمه باشه باز میره سعی میکنید در دکانا، خصوصا خواهرها. کجا بودی خواهر؟ اینجا کمی کار داشتم، بسکیت کار داشتم، روڑی خور. این لحظه طلای تا بدل به کدام میسازی؟ این لحظه عمرت خبر داری قیمتیشه؟ کاری کتاب کار داشتم، کتاب در وقت دیگه کار داشته باش، در وقت درس کار نداشته باش. این قرآن نعمتیشه تو از دست نده، باز الله ذلیلت میکنه. این بسیار گپ ما ایرا براتون واضح میگم که قرآن خوار ندانه. در قرآن که نشسته اینطور نگو که من ملاستم خیلی وقت تیر کردم، نه. ولو که یک طالبم چی میکرد در قرآن کریم همینطور دقیق شو خیر است. ترجمه از دوره نم میگی کی را خو یاد دارم دیگه فکر بکن، اما آیت تو خودی دیگه فکر بکن که الله برات ثمرهش برات بده. از همون خاطر ما بار بار میگم که در درس قرآن کریم الله اکبر
انسان آنقدر خود عاجز کنه که هیچ پرسان نکو، که بگویی که ما اینمی آیت نو شنیدیم، نو فقط این نو میشنوم و ما سرش انشالله عمل میکنم. اینطور باید باشه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم با قیام دلایل نمیدانه حقیقت را، انکار میکنه. زندگی خود سطحی، سرسری، لوبالی، بس بگرد کجا چی کار میکنی؟ نه خدمت پدر و مادر، نه خدمت دین، فقط بوج سری مردم گشته ای، پولی فیسیتم پدر داده رو ایسته. تو یک کمی غیرت پیدا کو. مفتی ناحق گشته، ایجا کار حرام، ایجا حرام. عجیب مفتی گشته ای. در کدام جای میری که حرام؟ تو حرام حلال پیدا کرده میتونی؟ حلال چی را میگه؟ ملای در مساجد دونه معاشی چی را میگیره؟ از بانکا میگیره. حجاجی ما میره در عربستان، یک دفعه معامله سود انجام میده. 2 سال پیش پولشان را گرفته، در بانکای سودیسته. 2 سال سرش فایده کرده بانکای سودی. کدام کار است؟ خودی ما زمینه را مساعد کردیم به میگه پا. دموکراسی را که پذیرفتی گپا را بپذیر، سودم بپذیر، زنا را بپذیر، بیغیرتی را بپذیر، کلش بپذیر. باز نگو که من این چیزا را نمیپذیرم. لیبین لهم الذی یختلفون فیه. لیبین، الله میگه این وعده خدا سری خود لازم کردیم که کل مردم را پس زنده میکنم. چرا زنده میکنم؟ لیبین که واضح شو لهم برای ازیا الذی، امو حقیقتی که در دنیا برشان فیصله نشده بود، امو اختلافاتی که در دنیا برشان فیصله نشده بود، امو حقیقت پیشتر که یا از چشمشان غایب بود، در سر چشمایشان پرده بود، حقیقت درک نمیکرد، واضح شو برشان یختلفون فی. معلوم شد که بزرگترین حقیقت وضوع اختلاف است. اینجا هر کسی نره میزنه. نصرانی ها میگه ما به حق هستیم، یهود میگه ما به حق هستیم، دموکراسی میگه اوه پیام نوافرین، پیام مچم که چی یا میگه ما حق هستیم. کفار بگذار بیاد مسلمانا. حنفی میگه ما حق هستیم، شافعی میگه ما نه، تنها حنفی شافعی را بگذار. در بین حنفی ها پنجپیری ها ما میگه حق هستیم، مودودی ها میگه ما حق هستیم، دیوبندی ها میگه ما حق هستیم، بریلوی ها میگه نه. در بینشان دیگه را پیدا کو. دیگهش کدام است؟ نقشبندی است، سهروردی است، نه در بینشان مچم کدام کمی نام پیریش است، طریقه را گرفته خود به مو منسوب کرده. الله خراسانی، الله ترکستانی، الله بگوی زایدانی، الله اینی گپاره. هر کس میگه ما حق هستیم. الله این وعده را پورا میکنه که اونجا اختلاف حل شوه، فیصله شوه که حق کدام طایفه است، حق کدام طایفه است. ولی واضح میشه نمیشه. کتاب الله میگه برای ما ولیعلم الذین کفروا، بدانه کسانی که انکار کرده از دعوت حق، انهم کانوا کاذبین، که یقینا ما سخت دروغگوی بودیم، ما سخت دروغ گفتیم در دنیا. عجیب است این حالات طبیبی. انما قولنا لشیء، بعید میدونه این مردم که قیامت البته بسیار سخت است آمدنش. نه، برای الله متعال همه محاسبه، قیامت، دیگرگویی عالم، حساب و کتاب، کلی فیصلات فقط فرمان است. انما قولنا لشیء، یقینا گفتار ما به یک چیز، اذا اردنا، وقتی که بخوایم او را که اینی کار شوه، ان نقول له کن، که برش فرمان میدیم. اراده الله متعال متعلق میشه. این تو نام نیست که الله کن بگه موجود شو، نه، الله اراده کنه فیکون موجود میشه. خب تو میگه ما شما مردم میگیم چطور است زوری دی گپ میرسه؟ غم نکو، به زوری الله کمی چشم دور بدون بازی میکنی که موجود است. الله متعال نمی قسم، هر امر پیش الله متعال می تو رسانه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، بله، طایفی که حق میپذیره سرگردان است، در خانه خود باقی نمیمانه، بیچاره محنت کشیده، بالاخانه را جور کرده، لیکن نمیمانه نشد در بالاخانه نشستن. چرا؟ جرمش چیسته؟ چرا ما را برای یکتاپرستی دعوت میدی؟ ما را به الله دعوت میدی؟ ما را در قبرها ببر، طریقه سجده را در قبرها بر ما نشان بده. اگر این کار کردی باز دستی تا بوسه میکنه. چی برات میگه؟ خب ملای مذهبی است، خب آقای قوی است. اگر خود آقا جور میکنی همین کار را بکنی، خب از درو خوا قصه کنی، خو دیدم دیگه، برو اموجا، بری اموجا کلی خر گور کنی، خو یک بیرق در سرش بالا کنی، بگو خو دیدم که این یوار شخص دیگه نیست. یوار شخص است؟ هیچ شخص مثل از یوار نیست، او خر است. شخص مثل از یوار نمیشه، دروغگوی هم نمیشی. خلاص دیگه، باز بعد از او بی کی
یک چند دانه خوای دروغم جور کن، گپای دروغم. این نمیجا نشسته بودم که یک آدم آمد شل شد، 4 نفر گرفته بود به مجرد زوری الله. باز چی میگه؟ زوری الله نمیگه بدبخت که زوری ازی، میگه که همینجا رسید گپ استاد شد. اوه حالی کی کجا بود؟ خب ما میینه شل شد میایم که مرا جور میکنه. اونی عجیب است. الله عقل از پیش ما گرفته به محض گپ هم از کی؟ از مجاوری بدبخت که سالا نماز نمیخونه، کلمه را نمیفهمه، خوی از او را باور میکنه، کتاب الله را باور نمیکنه. خوی تور مردم ها مستحق جهنم است. یعنی والذین هاجروا، کسانی که هجرت کردن، دارو دیار خود ترک کردن، فی الله، به خاطر الله، به خاطر دین الله. صحابه کرام سخت شکنجه شدن. الله متعال فرمان هجرت به پیغمبر نداده بود، صحابه خود امر داد که برد حبشه. احسومه که اونجا چی هسته؟ یکی از جمله پادشاهای حبشه بود، آدم نیک بود، پیغمبر روان کرد. من بعد ما ظلمو، پس از اینکه سرشان ظلم هم کرده شده. علت هجرت هم موجود است. قرآن کریم از همون خاطر میگه که تا سر ظلم شکنجه نشده، در بین امی مفسدین دعوت کرده برو، میدان برش اعلا نکو. که شکنجه خیلی غالب شد، خوفی عزیزته که تو در فتنه واقع شوی و تو را پس به دین خود برگردانه. چرا که زور و توان و مقابله را تو نداری، باز تو را نگردانه. اینجا باز به خاطر حفاظت دینت هجرت بکن. مولی صاحبای ما خیرت است، ما کار نمیکنم. کجا هستی؟ معلم هستم. این دوڑی خور، معلم هستی ولی کار نمیکنی، خیرت است، معاش حرام است. دوڑی خور، معاش حرام است. اینجا ما میگم برو در مکتب، برو در پانتون، برو. این جوانا به تو نیاز داره. ایلا که میدانه در کمونستا، در مردمایی که غیر از فلسفه و از چی گپ بزنه. بری شاگردایی که یک کمی فلسفه ها را بخونه، چی عقیده داره. بری پیغمبر یک دانشمند واری فکر میکنه، پیغمبر نمیگه برش، میگه هتلر هم یک نفر، یک قماندان پیغمبرم. نعوذ بالله. همیالی همی فعلا در این مملکتتون، همیالی فعلا در پانتونا همی گپا روان است. خبرداری نداری.